یه سری در ورزش بودن. بریم یه بخش تماشا بکنیم، با هم برمیگردیم دیگه، کم کم وارد موضوع برنامه امشبمون خواهیم شد. بفرمایید. پیمان غلامی‌زاده هستم، مربی و داور رسمی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی و مربی فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران. فعالیت خودش رو شروع کرد. مختصری از این رشته در واقع فعالیتش که انجام میدن ورزشکاران، رشته بوکس شطرنج تلفیقی از رشته فیزیکال و قدرتی بوکس و رشته ذهنی و فکری شطرنج هستش که در 11 راند 6 راند 2 دقیقه‌ای شطرنج و 5 راند 3 دقیقه‌ای بوکس فایترها بازی خودش رو شروع میکنه و اگر در شطرنج مات بشه دیگه بازی رو باخته و به بوکس نمیکشه بازی، و اگه در واقع مات نشه با 1 دقیقه استراحت فایتر یا بوکسور در داخل رینگ 3 دقیقه بوکسش رو در واقع شروع میکنه. به این روال در واقع تا 11 راند جلو میره. من عرفان احمدزاده هستم، متولد 1385. من دارنده 2 مدال بوکس شطرنج که یکیش در جوانان و بزرگسالان که در جوانان در وزن منفی 63 و در بزرگسالان مثبت 65 بازی کردم. مختصری از این رشته در واقع فعالیتش که انجام میدن ورزشکاران، رشته بوکس شطرنج تلفیقی از رشته فیزیکال و قدرتی بوکس و رشته ذهنی و فکری شطرنج هستش که آراز اسماعیلی هستم. توانستم با تلاش و کوشش 2 سال پشت سر هم کسب مقام اول را به دست بیارم و 2 سالم پشت سر هم توانستم سریع‌ترین مات بازی را به نام خودم ثبت کنم. شبتون بخیر باشه بیننده‌های عزیز، ممنونم که همراه سری در ورزش هستید و پیامکاتون هم داره میاد به دستمون عزیزانمون. در